و آیت قرآن چی میگه؟ فمن یکفر بالطاغوت. چی دموکراسی است، چی سکولاریسم است، چی کمونیسم است، چی سوسیالیسم است، چی مکتبای فلسفی هست، اگر یارا ای برتر میدانن نسبت به شریعت الله، ای از دین الله خارج. سومی نقص کننده یا شکننده ایمان انسان چی هست؟ قانون غیر الله را نسبت به شریعت الله برتری دادن. ما شما در کلمه میگیم، در کلمه طیبه تعهد کردیم، 3 تعهد. تعهد اول کردیم که یا الله بغیر از ذات تو به کسی دیگه عبادت نمیکنم. دوم تعهد ما است که یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را بالای خود تطبیق نمیکنم. و سوم تعهد است که یا الله ذات تو را و قانون تو را، شریعت تو را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنم. می 3 تعهد است در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. دومی تعهد چی است که شریعت بغیر از شریعت الله دیگه قانون بالای خود تطبیق. این حال اگر کسی میگه سکولاریسم از اسلام کده خوبتر است، قانون امریکا بسیار خوبش است، مطابق روز است، میگن این حال کسی که دستور و قانون غیر الله را از مخلوقات، چی دموکراسی است، چی سکولاریسم است، چی کمونیسم است، چی سوسیالیسم است، چی مکتبای فلسفی هست، اگر یارا ای برتر میدانه نسبت به شریعت الله، ای از دین الله خارج میشه و کلمه خود شکستان. چرا تعهد دومی شبیه بود که بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگه ای را نه عقیده میکنه و نه میپذیره. و آیت قرآن چی میگه؟ فمن یکفر بالطاغوت. باید طاغوت بشناسیم. بعد درسای شرک انشاءالله ما و شما طاغوت مفصلا میگیم. طاغوت کی هست؟ طاغوت کسی است که دیگرها را میگن که بیاین عوض عبادت الله به ما عبادت کنید. مردم میای زیر پاش سجده میکنن، این قرار ششته خوشحال است. اینمی که مردم زیر پاش سجده میکنن ششته خوشحال است، اینمی طاغوت است. یا طاغوت کسی است که میگه من قانون جور میکنم ضد قانون الله، بین از ما اطاعت کنیم. و یا طاغوت کسی است که یکی از صفات الله را ادعا میکنه، مثل فرعون میگه انا ربکم الاعلی. فرعون یک طاغوت بود، مارکس یک طاغوت بود. چراش؟ قانون ساخت ضد شریعت الله. الله چی میگه؟ مسلمان واقعی کی است؟ میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول باید به طاغوت کافر شوی، اول باید به معبود دیگه غیر از الله به او کافر شوی. چی این معبود هر کسی باشه، باید او را از معبود بودنش بگی که این مستحق عبادت نیست. لا اله، نیست هیچ کسی مستحق ازی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود، قانونش، الا الله بغیر از الله. از این خاطر الله میگه فمن یکفر بالطاغوت. اول باید به او کافر شوی و یؤمن بالله، باز به الله ایمان بیاری. فقد استمسک بالعروة الوثقی. اینی نفر میگه واقعا مسلمان قرآنی هست، اینی به قرآن عمل حقیقی کرد. اما اگر یک نفر میگه هم دا کوم هم دا، هم الله را پرستش میکنم هم طاغوت، 50% بازی نمیشه. دینی قسم نیست که بگی من نصف میکنم. دین یا کامل میگیری یا کامل نمیگیری. تو نمیشه که مثلا نصف شازی میگیرم نصف شازی میگیرم.